سلام دوستای خوبم. میگه نمودار توابع زیر رو رسم بکنید، دامنه و برد اونا رو هم مشخص بکنید. ما میدونیم y مساویه با x به توان 3. نمودار جزء نمودار لرمانند ها بود. درسته؟ الف میگه y مساوی با x منهای 1 به توان 3 منهای 1. این منهای 1 یعنی نمودار تو یک واحد بیار راست چون x دروغگو بود. این منهای 1 یعنی نمودار تو یک واحد بیار پایین. پس این نقطه میاد اینجا. حالا لرمانندم رو رسم میکنم به این شکل. دامنه این تابع میشه R، تصویر رو محور x و کل محور x ها رو پوشش میده. برد این تابع هم میشه R، تصویرش رو محور y ها کل محور y ها رو پوشش میده. اما برای این یکی y مساوی با x به اضافه 2 به توان 3 منهای 2. این به اضافه 2 یعنی نمودار رو دو واحد بیار سمت چپ، این یک این دو، و این منهای 2 یعنی نمودار تو دو واحد بیارش پایین، این یک این دو. پس من باید از اینجا نمودار لرمانندم رو رسم بکنم. اما دقت داشته باشین اگر میخوایم بدونین که کجا محور y ها رو قطع میکنه، شما کافیه به x صفر بدی. میشه صفر به اضافه 2 به توان 3 منهای 2. 2 به توان 3 8 منهای 2 میشه 6. برای همین من یه خورده بازتر کشیدمش که بتونه تو قسمت مثبت محور y ها رو قطع بکنه. پس این هم نمودار y مساوی با x به اضافه 2 به توان 3 منهای 2. سلام دوستای خوبم. میگه نمودار تابع زیر رو رسم بکنید، بازه هایی رو که تابع توی اونها صعودی، نزولی یا ثابته مشخص بکنید. خب این صفحه مختصات. بریم سراغ رسم اولی خط y مساویه با منهای 2x منهای 3 برای x کوچیکتر منهای 4. یه بار بهش منهای 4 میدم، منهای 2 در منهای 4 میشه مثبت 8 با منهای 3 میشه 5. پس منهای 4 و 5 تو خالی چون مساوی نداریم. کمترم منهای 4 منهای 5 میدم، منهای 2 در منهای 5 میشه 10 منهای 3 میشه 7. این منهای 5 و این هم 7 اینجا می شود نقطمون و نقطه اول رو به دوم وصل میکنم و ادامه میدم. برای وسطی من باید خط y مساویه با 3 رو تو این محدوده بکشم. خب از منهای 4 این 4 این 3 این 6 مثلا، اینم یک اینم دو. خب این خط y مساوی با 3 مون تو از منهای 4 تو پر باید حرکت بکنم تا 2 تو خالی. پس اینجا 2، اینجا هم که منهای 4 بود. خب برای بعدی من باید خط y مساوی با 3x منهای 2 رو رسم بکنم. یه بار به x 2 میدم، 3 2 تا 6 تا منهای 2 4. نقطه 2 و 4 تو پره چون مساوی داره. یه بار بیشتر از 2 3 میدم، 3 3 تا 9 تا منهای 2 7. نقطه 3 و 7 هم که اینجا بود و کافی نقطه اول رو به دوم وصل کنم و ادامه بدم. این از این. حالا میگه جاهایی که تابع ما صعودیه. ببین اگر من بخوام اکیدن صعودی ها رو بگم، اکیدن صعودی، این تیکه تابع اکیدن صعودی میشه اینجا. درسته؟ یعنی میشه از 2 بسته تا مثبت بی نهایت. ولی اگه قرار صعودی رو بگم، جایی که تابع من خط افقی هم داره رو میتونم لحاظ بکنم. یعنی الان اینجا و این دوتا با هم دیگه تابع صعودی به من میدن. پس من میتونم بگم از منهای 4 بسته تا مثبت بی نهایت تابع صعودیه. اگر اکیدن نزولی بخوام بگم، رنگ اینو عوضش کنم مثلا سبز، این تیکه تابع من اکیدن نزولیه، یعنی از منهای بی نهایت تا منهای 4 باز اکیدن نزولیه. اما اگه نزولی رو بخوام بگم، خط افقی رو میتونم بهش اضافه بکنم، یعنی میشه از منهای بی نهایت تا 2 باز تابع من نزولیه. و برای پیدا کردن جایی که تابع ثابت خط افقیه، این تیکه تابع من خط افقیه. درسته؟ یعنی برای ثابت میشه از منهای 4 بسته تا 2 باز تابع من ثابت. سلام دوستای خوبم. میگه با استفاده از
نمودار تابع زیر مشخص کنید این تابع در چه بازه‌های صعودی، نزولی یا ثابت. ببین اگر من بخوام اکیداً صعودی رو مشخص بکنم، اینجا تابع اکیداً صعودیه، یعنی از -6 تا 0 بسته و اینجا هم تابع اکیداً صعودیه، یعنی از 4 تا 6 بسته. اینجا اکیداً صعودیه. اما اگه قرار صعودی باشه من میتونم جایی که خط افقی هم داره رو لحاظ بکنم. پس اون وقت اینجوری میشه، این تیکه تا اینجا میشه صعودی. پس صعودی میشه از -6 بسته تا 2 بسته. ضمن که بچه تو این تابع اکیداً صعودی تابع صعودی هم هستا. اینجا هم تابع اکیداً صعودیه هم صعودیه، هم توی این هم توی این فرقی نمیکنه، ولی این یکی فقط صعودیه. برای اکیداً نزولی، اینجا اکیداً نزولیه، محدوده ایکسش میشه از 2 بسته تا 4 بسته. اکیداً نزولی هم هست. اینجا هم میشه اکیداً نزولی، یعنی از 6 بسته تا 8 بسته، هم اکیداً نزولی هم نزولی. اما اگر بخوام نزولیش رو فقط بیان بکنم، از اینجا که خط افقی داره تا اینجا رو میتونم لحاظ بکنم، یعنی از 0 بسته تا 4 بسته تابع فقط نزولیه. و تیکه آخر که پرسیده کجا تابع ثابته، این تیکه تابعم ثابت بود، خط افقی بود. تابع ثابت هم میشه از 0 بسته تا 2 بسته تابع ثابت. سلام دوستای خوبم. میگه تابع نمایی y مساوی با 2 به توان x منهای 2 و تابع لگاریتمی y مساوی با منفی لوگ x تو مبنای 2 به اضافه 2 رو رسم بکنید و یک نواییشون رو بررسی کنید. خب بریم اول تابع نمایی. من میدونم y مساوی با 2 به توان x به این ریخت و قیافه است که از 1 میگذره. حالا این منهای 2 یعنی نمودارم رو 2 واحد بیارم پایین، پس مجانب افقیش 2 واحد میاد پایین، میاد روی منهای 2 و این نقطه که در حقیقت 0 و 1 2 واحد میاد پایین، از 0 و منهای 1 رد میشه. پس این میشه y مساوی با 2 به توان x منهای 2 و همینطور هم که داریم ملاحظه میکنید این تابع اکیداً صعودیه، پس اکیداً یک نواست. اما بریم سراغ رسم لگاریتم. میدونیم لگاریتم x تو مبنای 2 به این شکله، این y مساوی با لگاریتم x تو مبنای 2 اینجا که ما مجانب قائمم رو محور y ها داریم. حالا اگه بخوام این منفی پشتش رو لحاظ بکنم باید نمودار رو نسبت به محور x ها قرینه کنم. پس به این شکل در میاد، اینجوری میشه. این میشه منفی لوگ x تو مبنای 2 و اون به اضافه 2 یعنی این نمودار رو 2 واحد ببرش بالا. پس مجانب افقیم که سر جای خودش هست، فقط کاری که باید بکنم این نقطه 1 و 0 رو 2 واحد ببرم بالا، یعنی میاد از روی 1 و 2 رد میشه. ببینیم به این شکل میشه نمودارم. اینجا هستش 1 و 2، مجانب قائمم هم که روی محور y ها باقی میماند و وقتی از سمت چپ به راست رو نمودار حرکت بکنم میبینید که این نمودار داره میاد پایین، یعنی اکیداً نزولیه، پس اکیداً یک نواست. سلام دوستای خوبم. میگه تابع y مساوی با x2 قدر x توی بازه منفی بی نهایت تا بسته آن نزولی حد اکثر مقدار آ. خب برای اینکه بفهمم این ریخت و قیافه چه شکلیه میام ریشه داخل قدر مطلق رو پیدا میکنم که خب x مساوی با 0، یه بار x بزرگتر مساوی با 0 رو میگیرم، یه بار کوچیکتر مساوی با 0. اگر بزرگتر مساوی با 0 رو بگیرم این از قدر مطلق خودش میاد بیرون میشه x3 و اگر کوچیکتر از 0 رو بگیرم این منفیش میاد بیرون میشه منفی x3. رسمش بکنیم تا بتونیم بهتر سوال درک بکنیم. خب نمودار y مساوی با x3 رو میکشم، این y مساوی با x3.
اما کجاشو میخواد؟ جایی که ایکسات بزرگتر مساوی با صفرن، پس این ور رو میخواد. پس من باید سمت چپ رو پاک کنم، اینو نمیخوام، پس این ورش باقی موند. حالا برای این یکی باید نمودار y مساوی با منفی x3 رو بکشم که به این شکل، این سبز است. اما کجا رو میخواد؟ میگه من فقط x کوچیکتر مساوی با 0 رو میخوام، پس من باید این سبز سمت راست رو پاک بکنم. پس این نموداری که میبینید میشه نمودار y مساوی با x2 قدر x. کجا اکیداً نزولیه؟ اینجا نزولیه، درسته؟ یعنی از منفی بی‌نهایت نزولیه تا 0 بسته. پس حد اکثر مقدار آب برابر با 0 میشه. سلام دوستای خوبم. میگه تابعی مثال بزنید که در دامنه خود اکیداً صعودی و تابعی مثال بزنید که در دامنه خود اکیداً نزولی باشه. خب برای تابع اکیداً صعودی من y مساویه با 2 به توان x رو مثال میزنم که یک تابع یک نواست که این هم مجانب افقیش اینجا هم یکه و همونطوری که دارید ملاحظه میکنید این اکیداً صعودیه، مرتب داره میره بالا. برای اکیداً نزولی هم من y مساویه با 1/2 به توان x رو مثال میزنم که این هم باز یک تابع نمایی به این شکل که اینجا یکه، این هم مجانب افقیشه و همینطوری که میبینید وقتی از سمت چپ به راست روی این شکل حرکت میکنم دائم داره میاد پایین و اکیداً نزولی. سلام دوستای خوبم. میگه نمودار تابعی رو رسم بکنید که تو هر یک از بازه‌های منهای بی‌نهایت تا 0 باز و 0 باز تا مثبت بی‌نهایت اکیداً صعودی باشه ولی در آر اکیداً صعودی نباشه. خب ببین الان این اکیداً صعودیه، تو چه فاصله ای؟ تو منفی بی‌نهایت تا 0 باز. این یکی هم تو فاصله 0 باز تا مثبت بی‌نهایت اکیداً صعودیه، هم این داره مرتبا میره بالا هم این داره مرتبا میره بالا، ولی میدونین این تابع در کل اکیداً صعودی نیست، غیر یک نواست، چون داره صعود میکنه یهو دوباره نزول کرده و دوباره صعود، پس این تابع میشه غیر یک نوا. پس این که گفته بود در آر اکیداً صعودی نباشه اتفاق افتاد.